خب سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز هم بهتون این نوع نورپردازی که به نورپردازی سبک روسی معروف هست یاد بدم و اینکه اگه علاقه‌مند این نوع نورپردازی رو یاد بگیرید میتونید این ویدیو تا آخر تماشا کنید. خب این یکی از پروژه‌هایی که من تو پیجم گذاشته بودم، آیدی پیجم زیر میاد، اگه دوست داشتید فالو کنید. و خب این لایه‌ای که نیاز ندارم خاموش میکنم. سابجکت بذارم بالا. خب کارم از الان شروع میشه. اول که برای بک‌گراند میام اینجا یه گرادینت مپ اضافه میکنیم. یه فایل گرادینت مپ براتون توی چنل تلگرام میذارم که لینکش اینجا میاد، میتونید اونجا گرادینت مپ رو دانلود کنید. گرادینتی که خودم استفاده کردم این بود. حالا من کد رنگیشو هم بهتون نشون میدم که اگه خواستی استفاده کنید. اولی که مشکی، آخری هم سفید، رنگ وسطش 107330 و دومی هم 6EDB 2F. این بعد باشه روی لوکیشن 73، این یکی هم 35. خب اینو که اضافه کردید این رنگی میشه. این آموزش برای علم نوریه، ولی خب با موس هم شما میتونید کارایی که میگم انجام بدید. من دارم خودم با قلم نوری کار میکنم، ولی با موس هم شما میتونید کار انجام بدید. در ادامه بهتون میگم چی. و اینکه خب روی لایه ماسکمون میریم، کنترل آی میزنیم برعکس بشه لایه‌مون. براشو برمی‌داریم میاد از اینجا یه دونه پک براشه که انتر آرت فورک درست کرده عرفان براتون توی کانال تلگرام اینم میذارم. این براش سافراندشو برمی‌داریم، یه ذره اینو کم میکنیم، اپاسیتی فلو رو اونایی که موس کار میکنن کمترش کنن. با براش خیلی نرم اینجا رو ببینید الان نکشید چون رنگ فورگراند هم میشه. اینو سفید میکنیم، خیلی آروم نرم، خیلی آروم. اپاسیتیش هم میتونید کمتر کنید، خیلی نرم اینجا رو میکشیم. خب حالا از این یه کنترل جی میگیریم، اینو روی ماسکش آلت بک اسپیس میزنیم. ببخشید آلت بک اسپیس میزنیم رنگ فورگراند سفید بشه میبینید. بعد میام زیرش یه دونه سالید کالر باز میکنیم با رنگ مشی خودشون میذاریم روی اسکرین و اینجا اینو به این لایه پایینی ماسک میکنیم و بینشون یه لایه جدید باز میکنیم و بینشون یه کلیپینگ ماسک شد. بذار فلو رو واسیتی رو میاریم بالا، میریم اینجاها خیلی نرم خیلی زیادم نه، خیلی نرم چند تا کلیک میکنیم تا حاله نوری از بک کارمون بتابه. خیلی نرم و ریز. حالا فلو اپاسیتی رو کمتر میکنیم، یکم نور کلی کارمون هم بیشتر میکنیم. خب تا اینجا اوکی کار. حالا میایم این دوتا رو لایه گرادینت مپمون و ساید کالر رو کنترل نگه میداریم، جفتش کلیک میکنیم، آلت رو نگه میداریم میبریم بالا تا یه دوپلیکیت ازش برامون بگیریم. ماسکش میکنیم روی لایه پایینی، اینجا یه دونه لایه جدید رو بسازیم، کنترل نگه میداریم روی سوژن یه دونه کلیک میکنیم. البته قبلش بهتون میگم چیکار کنیم. یه دونه گرادینت مپی که داریم بندازید بالای سوژه‌مون و اینجوری ماسکش کنید روی سوژه، کنترل آی بزنید برعکس بشه. با براش با فلو اپاسیتی پایین خیلی نرم اینجا رو یه ذره اینجوری بکشید تا ریم لایت هایلایتمون به خورد کار بره. جایی که اضافه شد پاک کن رو بردارید، با فلو اپاسیتی که اینجا میبینید برای موس هم میتونید کمترش کنید و شروع کنید پاک کردن. باز من براش میذارم اینجا رو، جایی که اینو اضافه میشه رو سریع پاک میکنم چون این لحاظ مشکلی معلومه نداره. خب بعد اینکه اونجایی که اضافه بود پاک کردیم، حالا میایم اینجا روی لایه جدیدی که ساخته بودیم روی سوژه‌مون کنترل نگه می‌داریم کلیک میکنیم، با براش با رنگ سفید فلو اپاسیتی یه ذره میارم بالاتر، اینجا خیلی نرم دوتا کلیک میزنم، خیلی نرم، خیلی نمیخوام بیش از حد، چرا اینجا خیلی بیش از حد، چون پاک کنو برمی‌داریم پاک جایی که بیش از حد میشه پاک کنیم. کنترل دی میزنیم دی سلکت بشه، یه لایه جدید اینجا باز میکنیم، میام از براشمون براش سایه و هایلایت رو برمی‌داریم. حالا میام زوم میکنیم یکم رو کار، براشی از سایزش کوچیک میکنیم، خیلی رندوم همینجوری الکی 4 تا خط اینجوری میکشیم، خیلی رندوم و الکی، اصلا هیچ چیز خاصی نداره. پاک کنم یه ذره این پاییناشو محو میکنیم، این برام همینطور خیلی اصلا هیچ
چیز خاصی ندارم. اینجا خیلی آروم میکشیم، پایینش رو یکم محو کنیم و کار ما الان آماده نور پردازی. میام اینجا دوباره یه لایه جدید میسازیم، برعکسش میکنم من تا از اینجای لباس شروع کنم. براش رو میزنم، میام اینجا. اگه موس دارید این براش موس استفاده کنید، دست به تنظیماتش نزنید. اگه هم قلم نوری دارید که اینم براش قلم نوری، بازم دست به تنظیمات نزنید. خب اینجا من یه سایز چوب‌زوی میکنم، خیلی نرم خیلی نرم، آروم رو کارتون بکشید. خب اگه نمیدونید چجوری باید بچرخونید، آروم نگه دارید، اینجوری میتونید روتیت کنید. اگه بهتون خطای اوپن جی ال داد، کارت گرافیکتون آپدیت کنید. اگه درست نشد، نسخه قدیمی تر فتوشاپ بریزید. برای خودم مثلا اینجوری نسخه 2020 جواب نمیداد، نسخه 2019 2018 جواب میداد. پس خیلی آروم و نرم اینجا رو میکشیم. فقط دقت کنید خط لباس باید محو بشه اینجا، ما نباید خط لباس داشته باشیم. اگه مثلا بیام الان مثلا اینجا اینجوری خط بکشم برای هر لباس معلوم باشه، به درد نمیخوره. باید خط لباسمو قشنگ محو کنیم، ولی خیلی نرم و آروم بکشیم. خیلی نیازی محکم و سفت برخورد کنید باشه. خب اینجوری میکشیم، این ور اوکی شدش. میتونیم بیایم براشمون یکم در کنیم. اینجا هم که مثلا یه شیار داره لباس، اینجا رو یه اینجوری بکشیم، بر نور پردازیم. پاک کنم، هر جایی اضافه شد پاک کنه بردارید، شروع کنید پاک کردن. تعارفاً این ورش هم بیایم بکشیم، دوباره براش قلم نوری رو برمی‌داریم، سایز رو یکم بزرگ می‌کنیم و همین کار. خیلی نرم آلو. حالا اینجا رو من دیگه براتون می‌ذارم سرعت بالا تا این قسمت تموم بشه. خب اینجا رو انجام دادیم. بیام این شیار لباس هم اوکی کنم، یکم پاک کنم، اینجا رو محو کنم چون نیازم زیادی اتفاق برام بیفته. خب تا اینجا کارو ما انجام دادیم. خب حالا اینجا باید چیکار کنیم؟ بعد دوباره اینجا رو من یه ذره پاک کنم و یه لایه جدید بسازید. رو همون لایه کار نکنید، دوباره با همون براشی که دارید، براش حالا موستون یا قلم نوریتون بیاید ببینید خیلی نرم و آروم اینجوری خیلی نرم و آروم اینجوری بکشید رو کار. خیلی نرم اینجوری بکشید و پاک کن بردید. پایین کارتون رو اینجاشو محو کنید. بکشید. ببینید همین شد. همین کار رو باید برای کل اینجا لباس انجام بدید. ببینید اینجوری خیلی نرم. پاییناشو محو میکنم چون نمیخوام زیاده روی کنم تو کار. خب دوستان اینم از این. و اینکه حالا بریم سراغ اون فنی که بهتون گفتم کارتون جذاب‌تر می‌کنه. دوره یه لایه جدید می‌سازیم از براش ها. اینجا براتون یه براش میارم میذارم توی فایلی که میخوام براتون آپلود کنم. یه اجازه بده. خب این براش هم براتون میذارم توی این پک که اینجا دیگه. خب این براش هم براتون میذارم توی این پک. این براش چیه؟ این براش لنز فلره. یه همچین حالتی میده. همونطوری گفتم بازم اگه با موسید این اوپاسیتی رو بیارید یا اگه قرار نورتون حساس به فشار نی، حتما اوپاسیتیش رو بیارید پایین‌تر و خیلی نرم و آروم باید اینجا به کارمون بکشید. خیلی محکم و صفر نکشید. بازم میگم خیلی آروم بکشید. هر جا اضافه میشه پاکن بکشید. پاکن. این برام دوره میای میکشیم خیلی نرم. این برای چیه؟ برای اینکه ذره نور کارمون رو بیشتر کنه. اینم کمتر. و خب
این از این. یه بار قبل بعدش رو ببینیم چه قشنگ شد. اینو میایم روی بک کارمون ما انجام میدیم. میایم اینجا اینو وا میکنیم دور همون براش لنز فلر اینجا رو میزنیم تا اون نوری که پشت تابیده قشنگ به چشم میاد. خب این شد از نور پردازی. ببینید بکش اومد، روش هم اومد. ببینید این قبلش این بعدش توی اونجوری شد. من اینکه امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی.